ثروت ارزش این نداره که شما وابستش بشید. لذا بالاترین ارزش پول کجای تو چی آقا؟ من اینجوری گفتم بالاترین ارزش پول اینه که از دست ما اورتر نرا، تو دست ما باشه. ارزش پول این نیست که بره تو دل ما. اصلا تو دل جای پول بگید القلب حرم الله، حیف قلب من و شما پول بره توش پر کنه. پول جاش تو دسته. بالاترین ارزشی که برای پول قائلیم که تو دست ما باشه. تو دست باشه یعنی آچار باشه، هر وقت خواستیم هر پیچی رو بایش باز کنیم. پول وسیله. تقوا داشته باشید پول میشه وسیله خوبه. پول بیت الزهرا درست میکنه، بیت الحسین درست میکنه، بیت الحسن درست میکنه، حسینیه درست میکنه، مسجد درست میکنه، مدرسه درست میکنه، درمانگاه درست میکنه، مرکز فرهنگی درست میکنه. پول تو دست باشه خیلی کارا میکنه، ولی پول تو قلب بره سرطان میشه. آقا حواستون به پول باشه ها. پول جاش تو قلب نیست ها. پول جاش کجاست ها؟ تو بانک‌های سوئیس، کانادا. پول باید تو دست باشه. حتی روایت داریم از امام راحل که در بحث خارج و اختلاس میفرماید اذا پولون قلم به فی ید شخص دیگر انت یتقاپون و الفراد و ارسل الا. بگید بانک‌های کانادا، از روحانیت یاد بگیرید ها. از همون اول ما دنبال یه لقمه نون حلال بودیم. ما یه رفیق داشتیم که رفت دنبال تحصیلات، الان هم استاد دانشگاه است. ما هم رفتیم حوزه. حالا من پورشه دارم، اون پوشه. من اوراق مشارکت، اون اوراق امتحانی. من سکه و ارز، اون سکه و بگید قرض. من عینک آفتابی، اون عینک ته استکانی. اوصیکم به اختلاس. دکل و نفت مهیاست بیا تا بخوریم، سفره ای معرکه برپاست بیا تا بخوریم. ارزش پول اینه که آچار دستت باشه. هر وقت خواستی یه پیچی رو باش باز کنی با پول میشه. با پول میشه بیت القصر تو لواسون درست کرد، بیت الویلا تو موتلقو درست کرد، بیت الهتل درست کرد تو دبی. همش بگید ثوابه. اصلا هم نگران لو رفتنش نباشید. خدایا به حق این روز عزیز در روز جزا با ما چنان رفتار کن که قوه قضاییه امروزه با اختلاسگرا رفتار میکنه ها. به دلت راه نده ترس گرفتار شدن، پاسبان اهل مداراست بیا تا بخوریم. از قدیم گفتن هرچی درخت پربارتر افتاده تر. اینجام اینجوریه. هرچی بیشتر بخوری شأنت بالاتر. تو بیت مقام عظما بگید عزیزتر. خدا آقا مجتبی چطور به این مراتب رسیدن؟ پولو نذاشتن تو قلبشون، معلوم نیست کجاشون گذاشتن که مصداق این روایت شدن که القلب حرم الاختلاس. به همت قوه قضاییه هر کس که بخواد اختلاس رو افشا بکنه، شلوغ پلوغ بکنه، بگید چوب تو آستینش میکنه. اختلاس آخر شیرین شدن خدمت هاست، مثل یک شیشه مرباست بیا تا بخوریم. تو فیفا میگن 500 میلیارد اختلاس شده، شلوغش کردن. آقا این تو نظام جمهوری اسلامی آفتاب دزدیه. چیه شأن اختلاس رو چرا در حد میلیارد میارید پایین آخه؟ الان فاز تیفلیون و تیفلیارد و دیشلیون رو بگید. دیشلیارده، میلیارد و اینا که سوسول بازیه. چرا سر 500 میلیارد علم شنگه میکنن؟ ولی فقیه ندارن. مقام عظما پشت ماست. آیت الله صادق آملی لاریجانی، ایشون هم که اصلا دست به پول نمیزنه، اسوه ساده زیستیه، اصلا اهل دله. به جایی که پول بذاره تو قلبش 62 تا حساب بانکی باز کرده میذاره اونجا. بابا از خارج میان از مسئولین ما مشاوره میگیرن سر اختلاس. اومده از من میپرسه شما چطور اختلاس میکنید؟ میگم بیا این پروژه رفاهی و عمرانی رو میبینی؟ نگاه کرد گفت نه.
کدوم؟ من که چیزی نمیبینم. گفتم آها قربونت، همین که چیزی نمیبینی برای ما تا حالا 40 میلیارد خرج برداشت. ها بگی. نه نمیخواد چیزی بگی، من خودم میگم. نعمت راند که آدم نگذشت از خیرش، سیب خوشمزه حواس بیا تا بخوریم. میخورند از قبل ما فک و فامیل و رفیق، ترکیدن هدف ماست بیا تا بخوریم. ترکیدن هدف ماست، بگید بیا تا بخوریم. اینه ها.